توصیه ما همچین که آیانی که غمخوار زبان بلوچی دیما بکنه قول بلوچان آسیب بار زمان چنه تلاش بکنه کوشش بکنه. من یک نفر ایتن پانک مولا یعقوب درا رفتم بل افتخار کنه که زبان بلوچی چایی یاد گرفتم و بلوچی اگر قوم بلوچ لوٹی دیم ابرو کانا راهی وانتن و وانینتنه توجه فقط بوانه مدرسه پچ بکنه چوکان دیم برای تحصیل دیگه ملکان هنو هستن یک گروهی مثلا بود چوکان دیم ترکیه دیگه جا بله اطلاعات ندن دیگرانه که برین بوانه مش فقط میم بوانه و تانه تیین درد دوا نکنی بلای سرزمینی بنام بلوچستان شما دا نفر راهنمایی بکنی. ما یه زمانی رفتیم بوده که مولی عبدالحق بلوچ عالم دین و بزرگ بلوچستان سناتور بوده در مجلس پاکستان یه مذاکره ما گفت مردم دین بدین تو دانشگاه پذیرش بگیر قبولی کو بیچاره ولی شرایط گرفتاریانی که ما پیش آتن دیگه پروژه میانچ من و ما وقت هم طالب دین داته برای تحصیل علوم دینی یا پشاور 2 سال تمام بوده طالب دین داته وانتگش همه زمان طالبای دیگه من دیم داد دانشگاهان کراچی دارالعلوم جامعه فاروقیه بانی آن که استعدادش هم مروچی زمان کال گوسی هم مسوار لانچو کوتین سهر و فراتین تا کراچی رسته این وزی علم یاتت منزلان سلامان یک چینه یا 3 دانشگاه 5000 دانشجو 200 هیئت علمیه بل رنگ ای دانشجویان و استادان تو نگنده سرش کپی کتاب فروشی با موضوع و وقت بچکانه خراب کنه عمرش ضایع بعد استهلاک ماشین پولش تاوان لوٹ استخدام ببین یک جای سازمان سنجش بشیمونه هیچ تو بگو منو هیچ مدرک دانشگاه تهران ها مدرک دانشگاه شریف ها بشی هیچی قبول نه جای امتحان بده و در حقیقت نباید دیگه کسی که مدرکی امتحان دیگه چیه امتحانان وقتی بود پس داتا بلچون زانه علم نیت دانشگاه واجه کار کتابی نوشته چرا ایران عقب ماند و غرب پیشرفت کرد غرب دیم رفته پچی هنا 1950 جان سر ما مسلمانان ما هنگفت آب و گاز و برگ و این چیزا منتگیم یک کتاب موان نوشم خاطره ندارم درد شما رو ورین خاطره کتاب موان مال جلال علامه دار گوشی شما بچاری فارغ التحصیلان یک مدرسه به نام آکسفورد هندوستان گونی که جمعیت گونی که دین گونی که مذهب گونی که آیین گونی که قومیت گونی که زبان چی فهم دارن اداره کنی پاکستان فهم بود درو چی بود همین نظامیت ازاز گرفته هر درو چی کودتا حتی یک کودتا تا هندوستان نبود تو پچی چشه مسلمان دیوازی نه بلان کتاب فروشی اوپن سوتری کتاب فروشی بلوچستان کرمان برو چه بلان کتاب فروشی نیست مشهد هم برو بله صبح تا بگنده یک کتابی وای بی برای هیچ وای نبی پول قیمت سیرزمی در نه جالا بی من نباشه شما استاد سوق بده افراد طرف وانتن حالا هر چی ها وانه دینی وانه دنیایی وانه تانکه علوم دینی نه علوم جسم هم هستن پزشکی ادگر روانشناسی حالا شما بچاره همه طالبان هم ملکش گفته اما علم چیش نی گتر لوٹن کشی تو متخصص دین می جهازان بال بدن اش ترکیه لوٹن تو متخصص دین می جهازان بنین دارین هرچی یک بودی رشدش کرده یک کتابی هست اسلام در استقبال قرن 15 واد نوشته امام محمد غزالی مصری نوشته وشی در حالی که ما جنینان زندان کرده تا منازل وقت آدگه ملکان چه جنینانش پوره ما دین داتا جنین هم بوانه و طرف دکتر پزشک جنین آدم په
ایش کجا بیارن پرتو پاکستان و ندن چیه و ندن و بوانن جنینا بوانن دیگه درد زایمانیگی مولای جنینا مردی دکتری مچاری او کمبت تو هر نشته شی جنینا بوان دکترش کجا پینی ها دکترش کجا پینی मिन्नतवार उस्ताद के ए शौर और ए सूज दा बलूच राजा के शुमा बुआनी तो बुआनी فقط چیزیش که یارگه دگران هم پاه کا بوانی نی مرحوم شریعتی چوک کوت دوشی دکتر شریعتی میخوای اسیر هیچ دیکتاتوری نشوی بخان و بخان و بخان توجه تا زمانی که وانگ نبی انسان برده بی آزاد نبی این سیاهان افریقای گنده زمانی چند دستپادانش بس تیاو بهاش کرده یک سیاهی کتابی نوشته زنده باد آزادی زنده باد آزادی نام یک کتابی ہے که یک سیاهی افریقایی نوشته در پاکستان زندگی کنه داستان تولد وطن شمیلتت 6 سالگیت اش تانزانیایش دوزده تیاو محل فروش بردیان مسقط بود تا زمانان کدیم بشید یک منزلی کار کو وقتی که تو کتما منزلش در کو یا کراچیش باکو هم دا گویا که هم جنسان ماوات عروس بو ما متولد بودم بل ما رفتیم دنبال وانتین ما وانین شری داتا چی کرو وانین تا چی احترامی برخوردار بوده که نزد همه مردمان سن ایشان بشی چودش که آورده ایشان کنار ساحل کشتیان اوشتاتن دو قبیله که جنگ کو یکی قبیله که مغلوب بو مردمانی شفت که کشتی دور دار پاهاش کرده قبیله غالب تمی رات کردن هر کس مریض بود دریایش دور دادن هر کس سالم بود بازار برد فروشان یا بهاش کردن سر سو بردخر یا همه دردینانی که دستانش پشت باش یک چی آنی میگونه مثل پنچر کنان ما که نظامیان گونه چیر ماشینان دور دن سرشان جات شان خون فواره کو یعنی خون فواره کو شانش بی لونج کو در این حال که بیهوش و مدهوش ده بعد دیگش یاو ایر کو آتشش رو کو نیم مرتب و نیم زنده شان پیگش گی تو شان پیگان و یک جرش کاتی کردیم برای مردانگی گیر مردان مثلا دوایی شروع کن گوشتان شیرگه دستشن ادگه بردایان بورنکش هرچی زمان یا ارتگه شیدین پاکستان طرف شهر لاتی مولا بودتگه لاتی مفتی بودتگه لاتی دکتر بودتگه لاتی استاد دانشگاه بودتگه وانتگه دیگه و هرچی که آدمیش بورتگه طرف غر مسیحی بودتگه تی کلیسایان تشان تیایان خبتگه همه سیاهان که با این حالت با این بزدگی با این بیچارگی آورتش رئیس سازمان ملل یک سیاهی مدتی پتروس غالی رئیس امریکا اوباما رئیس شورای امنیت یک دیگه سیاهی است ملکان وطش آزاد کو مردمان وطش آزاد کو زنجیران استعمارش پروشت همین قضیه اسرائیل و فلسطین طرف فلسطینیانش گره فرمانده سازیش کو پچه یسوع اسرائیل کے لایا عمل بلوچ مروچی پیوترے صاحب سرزمین اش ساحل کراچی بغیر تا بندر عبا نیم ایران نیم افغانستان دوباره پاکستان بلوچ تانا سرزمین بلوچستان پاکستان 44% خاک پاکستان ہے سین وستانہ 4-5 ہستیں بلوچستان و نظم سرحد و وزیرستان ان پاکستان کو 46% ہیں بلوچ شمی جتا کجا اوشتا بیا وقت بوشتو کجا جوانان نشانه ته حیوانات اکثر تیمن و تفکوش دیں آدگران صورت زیاد حیوان جاده ہیں چیکنے و تفکوش دیں کار لوٹی محنت بکول پاک تبلیغیہ محنت لوٹی زانے خط دیگ لوٹی جہاد دیگ لوٹی تا جہاد دیگ مویں ہمشی خاص ہے آپ پلکے ہوا شناسی بری روچان جمعہ چی خبر ہے یاول چې من رفتم طرف گوشت و تایسیدی که حاجی نچاره یکی مندی سر همی زین موتور و باک دراج کاشته فرما مویل
چو موشک بیاد به طرف سرامان و ما فلکا. آخه چی خبره بابا؟ خدا انسان عقل داده، خدا انسان عقل داده. عقل وقت کار نور زمان هارون رشید یک نفری شو واجب شو هنری بلدن یک سوچینی دور دا سوچین اوشتاد الان سر تشکی سر چیزی ایدگیر چه دور دا رد سوراخ هست سوچین و ادگیر چه دور دا رد کن زنم سوچین سر بسر بود دقیق یاد اونه گوشتی 15 درم میدی 15 شلاک کنجینی گوشتی واجب درمان و ما فهمی و شلاک نپتی گوشتی این شوم یک هنری استعدادی بوده در راه درستی بکار نبرده سودی به جامعه برسی خیلی هستن هنرش هستی و بکر گاز داشتم واقعا شجاعت نوشی ما کرد نکنی چود ولی کار درستی نی هم وقتا خوب بکشتن هم دیگران هم وحشت دهشت دوردن تا خیابان یعنی مطران ویراج رو ایدیم کار لوتی یعنی کار تربیتی مدارس هم نبی مساجد هم نبی اما ضربات حوزان یادش دن رانشی کافی نه دیگه ملکان روه اینجا دیگه تو بچه یک معلم مثلا کشمیری تنابی وسته سر کور معلم شهیدین و تناب گیرو آدم توکان درس دن این معلمان انگیزه تو بچه دیگه دفت میشین که بچه پوم بنزی کد خلوات بچه بره هموده ایسه کنیم که زابول یک معلم میشه کار روسی موتور بوده روستا پر روستا همین نخویان در گیسه جمع کرده خلاصی اشتفرش ما بچه یودی هر کامپیوتر هات اداره‌ها ملکان یک سیاهی نشته کار کن میدانهای ورزشی گنده سیاهان دو میدانی بلوچ کجاین بلوچ قومی بوده در قدیم مرته و رفته فقط تکبران و کتابانی بلوچ باشه واجه استاد دیواری منتوار که وحدش هست فرما ما بقول گجران تشکر کنیم شما آیات همدمی با شما نشتیم